تحلیل فیلم عامه پسند اثر آقای سهیل بیرقی هست. در خدمت همه عزیزان خبرنگار و عکاس و فیلمبردار هستیم. امیدوارم که با تعامل و گفتگو بین همدیگه بتونیم آثار درخشانتری رو از فیلمسازان ایرانی رو شاهد باشیم. آقای سهیل بیرقی تقاضا میکنم به اتفاق همراهانشون تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. جناب آقای سهیل بیرقی و همراهانشون سرکار خانم باران کوثری، آقای شکیبا، آقای جعفریان، آقای کریمی، آقای رضایی. آقای سهیل بیرقی و همراهانشون تقاضا میکنم تشریف بیارن که نشست رو زودتر برگزار بکنیم. آقای بیرقی سلام آقای بیرقی بفرمایید آرزوی بفرمایید سلام بفرمایید سلام خانم حال شما بسیم خوش آمدید سلام سلام وی سلام چشم خب بله دوست دیگه صحبت میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره به آقای بیرقی خوش آمد عرض میکنم و همراهانشون محبت کردن در نشست خبری فیلمشون عامه پسند برای 38مین جشنواره فیلم فجر شرکت کردن. امسال برنامه بدین گونه است که یک تحلیلگر فیلم، یک منتقد فیلم دقایق ابتدایی راجع به فیلم صحبت میکنن و اگر دوستان نظری داشته باشن یا کارگردان محترم نظرشون رو مطرح میکنن و بعد سوالها به صورت مکتوب خواهد بود که خبرنگاران محترم مطرح میکنند و دوستانی که همراه ما هستند در این جلسه پاسخ میگن. به صورت مکتوب هست. کاغذها امیدوارم تقسیم شده باشه بین دوستان که بتونن سوالاتشون رو بنویسن. منتقد و تحلیلگر فیلم سرکار خانم آنتونیا شرکا هستن. خوش اومدید خانم شرکا، حضور دارن. من خوش اومدید. آقای بیرقی میخواستم شما اگر نیاز هست مقدمه یک کوتاه درباره با شرکا شروع کنیم و بعد شما صحبت کنیم. خب گوش بدیم به صحبت ها و تحلیل سرکار خانم آنتونیا شرکا. بله سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. فیلم سوم آقای سهیل بیرقی رو بعد از فیلم من و فیلم عرق سرد من خیلی منتظر بودم که ساخته بشه و ببینم، خصوصا از وقتی که شنیدم که داستان در واقع یه تریلوژی هستش، یه سگانه هستش که یه سگانه زن محور هست. در دو فیلم اولشون، در فیلم من و در فیلم عرق سرد، در واقع ما با دو قهرمان سر کار داشتیم که در واقع خوی قهرمانی داشتن. حالا چه لیلا حاتمی در من که یه شخصیت به هر حال خلافکاره، حالا بگیم، ولی در واقع چارچوب‌های خودشو داره، چه در واقع شخصیت باران کوثری در عرق سرد که یه قهرمان ورزشیه و برای اینکه بتونه به حقوق زنانه خودش برسه باید
مبارزه کنه. در فیلم سوم آقای بیرقی در واقع قهرمان به اون معنا که در دو فیلم اولشون مطرح هست نیست. یعنی ما در اینجا با یک زن میانسالی سر کار داریم که به شکلی در زندگی خانوادگی شکست خورده و تصمیم میگیره که زندگی جدیدی رو شروع بکنه و بنابراین ما با یک وضعیت کاملا عادی و معمولی سر و کار داریم. هیچ خصلتی که مبارزه به اون معنایی که از یک وضعیتی کاملا بخواد بکنه و به یه وضعیت دیگه‌ای برسه نداریم. در واقع این زن میتونست تصمیم بگیره که در خونه همسر خودش باقی بمونه، جدا نشه، شهرش رو عوض نکنه، وضعیت زندگیش رو عوض نکنه و هیچ مانعی از نظر معیشتش ایجاد نمیشد. ولی حالا به قول خودش برای اینکه شأن خودش رو حفظ کنه و بتونه آنگونه که تا حالا زندگی نکرده زندگی بکنه، خب سختی‌هایی رو به خودش به جان میخره تا بتونه این کار رو بکنه. توی فیلم ما در واقع به غیر از شخصیت اصلی مرد که در واقع همون میلاد هست که از یک جایی شراکت خودش رو با این زن شروع میکنه، به غیر از اون مردهای زیادی رو داریم ولی در واقع چهره هیچ کدومشون رو نمیبینیم. ما مردهایی که فهیمه برای اینکه کاراش راه بیفته مجبوره بهشون مراجعه کنه. حالا مرد هست مال دادگاه، مال اداره بیمه است، مال آژانس املاک یا هر جای دیگه که این مجبورش مراجعه کنه، ما همه رو در واقع اول شولدر داریم، یعنی چهره اینا رو نمیبینیم. ما در واقع در جایگاه اون مردها قرار گرفتیم و واکنش‌های فهیمه رو به اونها که یه آمیزه‌ای از شوق و اشتیاق و نگرانی و ترس و احیانا مثلا شرم، اینا ترکیبی از اینا هست رو میبینیم و یک جوری در واقع کارگردان ما رو در جایگاه مردانی مینشونه که در مقابل این زن قرار داریم و در واقع ما هستیم که باید یک بار از خودمون سوال کنیم که ما که داریم این وضعیت رو نظاره میکنیم واقعا چه سهمی در حمایت از یک زن تنهایی که دوست داره مستقل زندگی بکنه در این جامعه داریم. یعنی در واقع این جایگاهی که انتخاب میکنه ما رو وادار به این میکنه که قضاوتی داشته باشیم و بتونیم خودمون رو یک بار دیگه از خودمون سوال کنیم که واقعا سهم ما در مواجهه با سیل زنانی که به این وضعیت زندگی میکنن چیه. حالا نمیدونم باز چقدر فرصت دارم، اگر که ادامه بدم میتونم در خدمتتون باشم. بله اگر تحمل بفرمایید چند لحظه نقطه پایانی رو بگذارید، دوباره ما یه سری سوالات رو مطرح بکنیم، دوباره میریم خدمت خانم شورک. خب شما فرمایشتون به پایین رسید خانم؟ نه من میتونم ادامه بدم. اجازه بدین یه کوچولوی دیگه. بله بفرمایید. بله بفرمایید. یکی از ویژگی‌های فیلم‌های آقای بیرقی خلق روابط نامتعارف هست. حالا اما از زن سن بالاتر با مرد جوانتر، اما از مثلا مردها یا زنهایی که تمایلات متفاوتی دارن، اما از مثلا زنهایی که نمایانگر قدرت و حالا توی فیلم‌های قبلی نظام حاکم بودن، توی فیلم در واقع عامه پسند نماینده در واقع سلیقه عام و غالب جامعه هستند. زنهایی که در واقع حرف بدنه رو میزنن تو جامعه در مواجهه با قهرمان‌های فیلم که در نقطه ضعف قرار دارن و تو این فیلم هم این نوع رابطه رو ما میبینیم. تو این فیلم مثلا نقش میلاد در واقع به همون قدر تنهاست که فهیمه تنهاست. یعنی میلاد به دلیل متفاوت بودنش در واقع داره چوب زندگی کردن در جامعه‌ای رو میخوره که همه رو یه شکل میخواد و فهیمه هم دقیقا همینطور، حالا هر کدوم به شکل خودش. و این به یه طریقی به مؤلفه های یا در همون عناصری
مشترکی تبدیل شده تو فیلم های آقای بیرقی که مثل نخ تسبیح این سه فیلمشون رو حداقل که تا حالا ساخته شده رو به همدیگه وصل میکنه. روایت فیلم حتی این که اگه دقت کنید شما فلش هایی از اون اتفاقاتی که قراره بعداً بیفته رو در قبل از اینکه به اون جای داستان برسیم میبینیم. به نظر میرسه که حتی این روایت، این ساختار از نگاهی زنانه هستش. یعنی همونطور که حالا ما خانم ها وقتی میخوایم داستانی رو از داستانی که تحت تاثیرمون قرار داده رو تعریف کنیم و مرور کنیم، ناگهان چیزهایی رو اون وسط ممکنه تعریف کنیم که بیشتر رومون اثر گذاشته و نقش داشته توی روند زندگیمون. حالا این روایت هم در واقع توی این فیلم همینطور هستش. یعنی به جای اینکه یه روایت خطی باشه، من فکر می‌کنم آقای بیرقی این ریسک رو در نمایش عمومی به جون خریدن که یه مقدار ساختار رو تغییر بدن برای اینکه بتونن به یه روایتی برسن که یک دید کاملا زنانه پشتش هست. حتی توجهی که این زن به اشیا داره، اهمیتی که به اون ظرافی که توی محیطش قرار داره، آدم‌ها اینا میده، خیلی یک نگاه زنانه است و من فکر میکنم ایشون آقای بیرقی موفق بودن که بتونن این نگاه زنانه رو جاری بکنن در فیلمشون، حتی در روایت. ممنون خانم شورکو، متشکر. میکروفون اگر خاموش بفرمایید. بله. خب من برم سراغ سوال‌ها. من سوال رو از رو کاغذ میخونم، حالا غلط و درست و چیز به دخالتی نمی کنم. اون چرا که دوستان نوشتن برای عزیزان مطرح میکنم و اگر مایل باشن پاسخ میدن. روزنامه ستاره صبح، آقای مصطفی سباق، سوال از خانم باران کوثری دارن. این دومین همکاری شما با آقای بیرقی بود که نقشی کاملا متفاوت با فیلم قبل عرق سرد به حساب می اومد. این دو همکاری رو چطور ارزیابی میکنید و چطور به یک تفاهم در اجرای نقش رسیدید؟ و همچنین همکاری با آقای شکیبا. خانم کوثری بفرمایید. سلام عرض میکنم. هیچ چیزی میخوام بگم که آخرش میگم، الان نمیگم. همکاری با سهیل بیرقی فکر میکنم به گفته بازیگری که باش کار کردن و حتی اونایی که نکردن خیلی لذت بخشه. یعنی هر بازیگری به نظرم باید خیلی خوشحال باشه که یه کارگردانی مثل سهیل 2 تا فیلم پشت سر هم باش کار کنه. شیوه بازی گرفتن سهیل و مسیری که به عنوان کارگردان پیش پای شما میذاره به شدت به نظرم اصلا چاره‌ای نیست جز این که متفاوت بازی کنین و اون کاری که قبلا کردین رو نکنین. وسواسای خیلی خیلی زیادی داره. از اون ور یه جاهایی که ممکنه اذیت کننده باشه اون وسواس رو کنار میذاره و دست شما رو باز میذاره. من شانس اینو داشتم که از خیلی زود در واقع درگیر این فیلمنامه باشم و تمرینای طولانی داشتیم، تمرینای خیلی تعیین کننده‌ای داشتیم و خیلی ممنونشم بابت این نقش متفاوتی که بعد از عرق سرد بهم داد. همکاری با هوتن، من و هوتن قبلا تجربه همکاری تئاتر داشتیم و یه فیلم دیگه، ولی خب هیچ کدوم به این جدی نبود اینجا، ولی متاسفانه فقط یه سکانس جلوی هم بازی داشتیم و خیلی 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 ممنون هوتنم برای اینکه من مادر بزرگم وسط این فیلم از دست دادم و وقتی برگشتم واقعا اگر حمایت‌های سیمین جون و هوتن نبود به 1001 دلیل شخصی ممکن بود اصلا نتونم ادامه بدم فیلم برداری و خیلی خیلی به این لحاظ از نظر پارتنرام شانس آوردم تو این فیلم. بله سپاسگزارم. آقای شکیبا شما مایلید صحبتی هم بفرمایید در همین خصوص همکاری با. نه من فقط سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنونم که تشریف دارید. من فقط این کار برام از این بابت شاید خیلی شاخص باشه و متفاوت که در موردش حرف بزنم، اونم این که انقدر همه چی به جا اندازه و سر جاش بود که من به جز نگرانی که برای درآوردن نقش داشتم نگرانی دیگه ای نداشتم. پشت صحنه بی‌نظیری داشتیم و یک گروه خیلی 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 حرفه‌ای و پارتنرهایی که از هر بابتی خیالم راحت بود. ممنونم از سهیل بیرقی عزیز، امیدوارم که دوباره من بتونم حتما کار کنم باش. مرسی. سپاسگزارم. خب شما که نکته ندارید؟ بله من خیلی کوتاه بگم. سلام میکنم به همه، ممنون که وقت گذاشتین فیلمو میبینین، باعث افتخارمونه. از هر دو بازیگر خانم باران کوثری و آقای هوتن شکیبا واقعا ممنونم. نمیخوایم نون به هم قرض بدیم چون خیلی کلیشه‌ایه، ولی واقعا جزء خوشبختی های یک کارگردانه که فراتر از بازیگر یار داشته باشه. قطعاً باران کوثری یکی از مهمترین یارای من در این فیلم بود، هوتن همینطور، آقای جعفریان
به شدت همراهی فراتر از یک مدیر فیلمبرداری بودن، آقای کریمی فراتر از مجری طرح بودن، خیلی زیاد، کریستوف عزیز، خانم صفیاری که جاشون خالیه، خانم معتمداریا، همه این 47 نفری که پیش هم بودیم یاران من بودن. اگر اتفاق خوبی افتاده واقعا تأثیر تک تکشون در فیلم مشهوده. خیلی ممنون. سپاسگزار آقای بیرقی. آقای علی خسروجردی از انصاف نیوز سوال کردن چرا روایت قصه خطی نبود و فلاش بک و فوروارد داشت؟ قصدتون چی بود؟ توی فیلم نامه نویسی این فیلم یک اتفاق به شدت تجربه گرای زیاده خواه اتفاق افتاده. این به معنای اینکه من کار بزرگی کردم نیست، به معنای اینکه خواستم برم به سمت مرزهای ناشناخته. معمولا خطی قصه رو تعریف کردن خیلی میتونه جذابتر باشه و میتونه خیلی برای شنونده یا بیننده بسیار درگیر کننده تر باشه، ولی همش وام میگیرم از کاراکتر. در واقع من اول کاراکتر در ذهنم نقش میبنده و از کاراکتر به مسیر داستان میرسم. انگار که این زن به دلیل روزگار سپری شده خودش، چون تصمیم مهمی در 57 سالگی داره میگیره، همش حسم از روز اولی که این کاراکتر در من شکل گرفت که 2 سال از اون روز میگذره این بود که باید یک مرثیه براش بسراییم و همش فکر کردم یک مرثیه بی‌نظم خیلی فیلمنامه جالب تری میشه. دلیلش هم دلیل در واقع تکنیکال و فنیش هم اینه که به بهانه شکست زمان میتونیم از سطح اتفاقات عبور کنیم و به عمق کاراکتر نزدیک بشیم. وقتی جا به جا ما این مسیر داستانی که برای اون اتفاق میفته رو میبینیم، مثل رفت و برگشت های ذهنی یک زنه که داره یک دوره از زندگیش که معنی پیدا کرده دوران رو به یاد میاره و پس همین من رو میرسونه به اینکه من هم عین ذهن اون قصه رو تعریف کنم و حالا با زیر متن مرثیه انگار که میرسیم به یک مرثیه بی‌نظم. بله، سپاسگزارم. آقای مهدی سالپور از سینمای ما نوشتن که قصد شما از ساخت این فیلم تخریب بانوان بود یا حمایت از بانوان و نقش اول زن فیلم شما مثل لیلا حاتمی فیلم رگ خواب منفعل بود و الان من سوال گذاشتم ولی فکر کنم نظریه از سوال نیست. خب اولیشون من هیچ وقت تصمیمی نمیگیرم که برای زنان فیلم بسازم یا ضد زنان فیلم بسازم. خیلی تلاش میکنم که متعلق به هیچ مکتب خاصی یا اسم خاصی نباشم. فکر میکنم نظر جمعی گروهمونم همین بود، چون تایم خیلی زیادی راجع به فیلمنامه و قصه با تک تک گروه حرف زدیم و قطعا در یک کار گروهی همه به اینجا رسیدیم. اعتقاد جمعی ماست. هیچ وقت نه برای زنان و نه بر زنان فیلم ساختم، هیچ وقت، چون اصلا برنامه ریزی نمی کنم از قبلش، تصمیمی نمیگیرم مبنی بر این که قشری رو بکوبم یا قشری رو بی دلیل ستایش کنم. من زمانه خودم رو سعی می کنم بازتاب بدم. من از زندگی پیرامونم به ایده میرسم، سوژه هایی در من شکل میگیره، با من حمل میشه مدت ها و اونهایی که توی یادم میمونه فراموش نمیشه، فکر کنم ایده های درستری هن، تبدیل به سوژه میشن و فیلمنامه و بعد فیلم. اگر این فیلم برای تماشاگری احساس تخریب یک زن رو ایجاد کرده، اون میدونه با دنیای ذهنی خودش. من فقط سعی کردم که راوی سالم، راوی وفاداری باشم از زنی که میشناختم و این شرایط بر اون گذشت. بله. سپاسگزارم. آقای حسین شاکری از سرزمین هنر. آیا عاقبت فهیمه رو ناشی از تجمل تفکر جامعه بر زنی که میخواهد مستقل باشد میدانید یا تحمیل تفکر خود او بر خود؟ نه، سرنوشت فهیمه و سرنوشت همه ما ربط به جریان عامه پسند داره. انگار اگر عامه پسند نباشی جامعه حذفت میکنه. فیلم در مدح آدم‌هایی نیست که علیه عامه پسند بودن حرکت میکنن، در مذمت اونها هم نیست. فیلم یک پرسش سعی میکنه مطرح کنه که حتی اگر در 57 سالگی، حتی اگر در دوران سپری شده روزگار خودت تصمیم به تفاوت بگیری، تصمیم به راهکاری خلاف جریان عرف بگیری، آیا باید حذف شی؟ آیا باید حاشیه نشین شی؟ آیا خود همون مردم تو رو حذف نخواهند کرد؟ دقیقاً به همین دلیله که مردم تو فیلم دیده نمیشن، چون خود ما این مردم
مردم هیچ موجود دیگه ای نیستن، خود ماییم و فیلم اونها رو نمیبینه، چون اونها دقیقاً تو زاویه دید تماشاگر به فیلم قرار میگیرن. وقتی شما دارین به سوژه نگاه میکنین، از اوورشولدر اون آدم‌هایی که نمیبینیم که همه نماینده قانون، حاکمیت و یا بهتر بگم نماینده عرف هستن، انگار که داریم این رو تحلیل میکنیم که آیا آدم‌هایی که عامه نپسند باشن آیا باید ادامه بدن یا آیا حذف میشن خود به خود. چون میلاد هم دقیقاً در همین جریان موازی با فهیمه داره پیش میره، اون هم عامه پسند نیست و افسانه نماینده جریان عامه پسنده که در نهایت به تمام چیزهایی که مد نظرش میرسه. سپاسگزارم. آقای امیر قیاسی از آپارات نوشتن که با پیشورز عرق سرد به سالن اومدم، اما دست ایستایی دوربین و قابهای تلویزیونی خیلی دلسردم کرد. برای این رنگ و رو رفتگی و یک نواخته دوربین دلیلی داشتید؟ من فکر کنم آقای جعفریان، چون ما با هم دیگه راجع به این چیزا خیلی حرف می‌زدیم، دوست دارم آقای جعفریان راجع به ایستایی دوربین، چون فیلمبرداری در همه بخش‌های سینمای ایران متاسفانه بخش جلوه‌گر و پرنمایشیه. تنها فیلمبرداری که این سخاوت رو داشت که به دیده شدن توجه نکنه و به فیلم کمک بکنه آقای جعفریان، فکر کنم بهترین جواب رو ایشون میدن. بله، آقای جعفریان در خدمتتون. سوال دقیقاً چی بود؟ الان عرض میکنم خدمتون. ایشون مدعی هستن که فیلم رنگ و رفتگی و یک نواخته دوربین مقدار اشکال داره و دلیلشون خواستن بپرسن. والا نمیدونم رنگ و رفتگی یعنی چی؟ حالا اگه دوستی مایلن که آقای قیاسی توضیح بدن حرفی نداریم اگر مایل باشن. به هر حال فیلمی که روایتش رو خطی تعریف نمیکنه و میاد زمانو میشکنه برای اینکه رابطه جدیدی با تماشاگر برقرار کنه و به قول آقای بیرقی نقب بزنه به درون کاراکترها، دوربین به هر حال آرومی باید میبوده که بتونه کمک کنه به این جنبه. قرار نبوده پشتک بارو بزنه برای اینکه مثلا یک هیجانی رو در تماشاگر ایجاد کنه. فیلمی که در ذات خودش به نوعی یه نوع فاصله گذاری داره برای اینکه تماشاگر غرق هیجانات ظاهری و پرداخت‌های به هر حال معمول سینما نشه، بلکه به عمق مسئله فکر کنه. تصویرم در همون راستا حرکت کرده طبق خواست و مشورتی که با کارگردان داشتیم. ولی تو فیلم بعدی که کار کردم سعی می‌کنم کار اکشن بگیرم و شما راضی کنم. سپاسگزارم. توضیح اضافه بکنم. بله. نه ببخشید، شما تو نوبتین یا همیشه؟ آها بفرمایید. خب خیلی اجازه فرمایید آقای بیرقی. من جواب بدم. باشه. بله. حالا آقای بیرقی من یه توضیح میدم، امیدوارم که جواب بده. آقای بیرقی. ببین، من برای خودم اوج کارگردانی و اوج فیلمسازی در سادگیه. یعنی احساس میکنم اگر بتونه یک فیلمی نزدیک بشه به اصل رئالیسم و واقعیت زندگی، تونسته اوج فیلمسازی، اوج کارگردانی و حتی فیلمبرداری رو انجام بده. سخت‌ترین هم اتفاقا سادگیه. هیچ کاری نداره جلوه‌گری، نمایش‌های عجیب غریب، چه در بازیگری، چه در کارگردانی، چه در فیلمبرداری. تمام وقت آقای جعفریان و انرژیشون بابت حذف خودشون رفت و نداریم فیلمبردار مؤلف، حداقل من نمیشناسم، آقای جعفریان با جهانبینی فراتر از یک مدیر فیلمبرداری به داستان، به فیلمنامه و به تم نگاه میکنه و فیلمبرداری انجام میده. چون به شدت برای من هم همین ذائقه وجود داره و در کارگردانی دوست دارم که همیشه با حذف خودم منجر به ساخت پلان بشم. این رو در دیالوگ ها، در بازی ها، در میزانسن حتی کاملا میشه احساسش کرد. فکر میکنم شاید همین بازتاب رو برای شما داده که احساس کردین چرا این که یه رنگ دیگه ای بشه یا افکتیو بشه. اینا فکر کنم اولین چیزاییه که هر کسی برای انتقال منظورش از این چیزا استفاده میکنه. ولی ما همیشه سعی کردیم سخت‌ترین راه رو انتخاب کنیم و سخت‌ترین راه به نظرم رئالیسم بود و نزدیک بودن به زندگی. بفهم، چون سوال خیلی زیاد هست تقاضا دارم میذارم کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که به همه برنامه‌ها برسیم.
آقای مهداد فراهانی از انجمن منتقدان یک تحلیلی نوشتن و بعد سوال کردن که آقای بیرقی عزیز از دیدن فیلم خوبتون لذت بردم. دو سوال دارم. اول اینکه بین کانسپت اصلی فیلم شما و نمایشنامه ماندگار شهر قصه بیژن مفید نوع دیالوگ و هماوایی خوشایند تشخیص دادم. به نظرم کاراکتر فهیمه که همچون فیل شهر قصه با نیت خیر و آرزوهای درخشان به شهری می آید، اما آخر کار اهالی آن شهر هویت و هستی او رو به تاراج می برند. آیا این برداشت رو تایید می کنید؟ من الان یاد شهر قصه افتادم و جالب بود برام. خب و آیا خانم کوثری برای لهجهشون مربی داشتن و اگر بله چه مدت؟ خود خانم کوثری لطفاً جواب بده. خانم کوثری بفرمایید. بعد منم کامل میکنم بعدش. ببخشید. بله 3-4 نفر از دوستان لطف کردن و از مراحل اول تمرینای ما در واقع چه وقتی ما تهران بودیم از طریق وایس و وقتی که اونجا بودیم چه حضوری چه باز شبا که دیالوگا رو در واقع جمله به جمله با هم دیگه هماهنگ کنیم کنار من بودن و خیلی 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 وسواس زیادی داشت سهیل روی این لهجه، چون لهجه شهرضایی به هر حال لهجه شناخته شده نیست و بسیار لهجه پیچیده‌ایه و بارها ما سر این حتی تا مرز دعوا رفتیم که لهجه رو حذف کنیم یا لهجه رو در واقع به شدت نگه داریم و آخرام به این نتیجه رسیدیم که در واقع سکانس اول من با لهجه غلیظ بازی کنم و اگر سهیل تایید نکرد دیگه دوز لهجه رو خیلی بیاریم پایین. خوشحالم که سهیل تایید کرد و امیدوارم که نتیجه داده باشه، ولی بله اون مشاورانی که لطف می‌کردن و با من تمرین می‌کردن بعدم در واقع حضور داشتن و تایید می‌کردن که آیا لهجه براشون به گوششون خیلی غریبه و ناآشنا نیاد. یه توضیح کوتاه هم من بدم. من زادگاه هم همون شهره، کل طایفم همچنان در اون شهر هستن، بیشترشون. خیلی زیاد نسل‌های مختلف داره اون لهجه و گویش. ما بر اساس نسل کاراکتر گویش مختص این سن و این نسل رو انتخاب کردیم و سختیش در طیفی بود که بتونه مفهوم باشه، چون مثلا نسل مادر بزرگ من گویشش به شکلی هست که ممکنه تماشاگر ما الان ببینه نیاز به زیرنویس داشته باشه. تلاش کردیم یک گویش میانه رو انتخاب بکنیم و چون شهرضا کلن شهری بود که خیلی آشنا نبود و همچنان فکر نمی کنم باشه، اولین بار بود که یک فیلم میرفت سراغش و همینطور لهجهش خیلی مثل لهجه های شمال یا جنوب آشنا نیست که ما بتونیم راجبش قضاوتی بکنیم. یک کار ناشناخته ای رو انجام دادیم. ببخشید من سریعتر سوالو بخونم. آقای محمد صادق علیزاده از روزنامه جامعه جمع سوال کردن که تدوین و روایت غیر خطی فیلم قرار بود دوپینگی باشد برای قایم کردن قصه ضعیف و کشدار فیلم. در تدوین ماجرای غیر خطی اتفاق نیفتاد، در فیلمنامه اتفاق افتاد. به همین دلیل فیلمنامه قریب به 2 سال طول کشید. یک چیزی که خیلی راجع بهش فکر شد، کار شد و خیلی قطعی میتونم راجع بهش حرف بزنم اینه که ویژگی این مدل غیر خطی حتی ربطی به فضای داستانهای آریگا و ایناریتو نداره، چون اونا مبتنی بر ساختار فیلمه. این مبتنی بر نوعی از داستانگویی بی‌نظمه، یک روایت بی‌نظم و بازیگوشی با زمانه. به خاطر همین تدوین کامل کننده این ایده بود در جهت ارتباط بین صحنه‌ها. دوپینگی هم در کار نبود. همون اول فیلم ما پایان فیلم رو تداعی می‌کنیم و میگیم اتفاقی قرار نیست بیفته. متشکرم. از سبا دنیای خمامی. آقای بیرقی عزیز خیلی متشکرم که به دغدغه‌های تاریک و کمتر دیده شده زن ایرانی پرداختید. این مشکلات در طبقه سنی متفاوت زنان ایرانی رخ میدهد. چرا زنی در دهه 40 زندگیش، این سوالیه، چرا زنی در دهه 40 زندگیش مهمترین دلیل برای انتخاب روایت غیر خطی چه بود که توضیح دادین؟ اون سوال اولی رو پاسخ بدید. سوال اولی درست نفهمیدم. ببینید نوشتن مشکلات در طبقه سنی متفاوت زنان ایرانی رخ میده. چرا زنی در دهه 40 زندگی؟ دهه 40 میشه 400 ساله ها. دهه 4 زندگی. خیلی مسلم. ببخشید راست. خب همین دهه 4 چرا زنی که در دهه 4 زندگیش هست؟ خب بعد چی میشه؟ همین سوال فقط. من متوجه. شما نویسنده هستین؟ بفرمایید.
سلام علیکم. اینجوری بله من اشکال نداره. آخه این دهه نقطهش اومده زیر 4. بله. به خاطر اینکه کمترین توجه موجود به مادران ماست، به خاطر اینکه همه ما بدون اینکه متوجه باشیم یک ظلم محترمانه به مادرانمون میکنیم، چون همیشه اونها با در نظر گرفتن موقعیت همسر بودن یا مادر بودن بررسی میشن، هیچ وقت با در نظر گرفتن هویت واقعیشون که زن بودن یا حتی ما قبل اون انسان آزاد بودن بررسی نمیشن. ما به طرز وحشتناکی تک تک ما این حقو بهشون نمیدیم اگر با این تصمیم مواجه شیم. فیلم برای همین احساس مرثیه رو تداعی میکنه که حالا یه آدمی تصمیم به استقلال میگیره، تصمیم به نگفتن به تمام قراردادهای هنجار و عرف جامعه میگیره. آیا چون عامه پسند نیست حذف خواهد شد؟ آقای علیرضا گرانپایه از هفت سینما. آقای بیرقی، تم زن علیه زن که تقریبا در 3 فیلم شما مطرح بود از کجا میاد؟ از نگاه دقیق به زنان. خب خیلی خوب. آقای رضایی عزیز از شما سوال کردن. آقای علی نامجو از روزنامه همدلی، آیا آهنگسازی این کار هم برآمده از همون نگاه کارگردان بود که بنا داشت مرثیه بی‌نظمی بسازد؟ بافت شهرزا و زنی که احساس شکست میکند با این نوع موسیقی. سلام به همگی. همکاری با آقای بیرقی خیلی جذاب بود برای من، چون نظمی که دارن و همینطوری که دوستان گفتن اون تفکر خیلی خاصی که روی سورش دارن و وقتی که میگن 2 سالی که روش فکر کردن کاملا معلومه. من سعی کردم موسیقی بیشتری تو این فیلم بزنم ولی نشد، چون ایشون خیلی خیلی دقیق میدونستند چی میخوان و از کجا میاد. برای اینکه من به تفکر خودشون برسن یک کمی طول کشید و خیلی جذاب بود این پروسس. یعنی خلاقیت یک آهنگساز در خدمت تفکر یک کارگردان و یک فیلم رئالیستیک خیلی جذابه. اصولا هم فیلم رئالیست خیلی موسیقی نمیطلبه و همین اتفاق افتاد. ایده های دیگه ای داشتم که بعد از اینکه با آقای بیرقی خیلی راجع به پرسوناژ صحبت کردیم به عنوان اتود براشون گذاشتم. فکر میکنم دوست داشتن ولی اون ایده اصلیشون نبود. ایده اصلی این کار از موقعی که داشتن سناریو می نوشتن اومد که یه سری موسیقی های خاصی گوش میدادن که قطعاً همینطوری که خودشون گفتن تاثیر میذاشت روی پرداخت سناریو و نوشتن و به طور خیلی آروم رسیدم به همونی که الان هست که خاصه خودشون بودن. یعنی یه موسیقی که یه جوری برمیگرده به دهه حالا غیر ایرانی این پرسوناژ فهیمه، موسیقی که توش یه بداهه نوازی ظریفی هست، همینطوری که خودشون دلشون میخواد این اتفاق بیفته تو زندگیش بعد از اینکه 57 سال در یه جوری چارچوب خانواده بودند. ایده شرق و غرب، یعنی استفاده از عود و دودوک همراه سازهای بادی برنجی هم بر اساس صحبتایی که با سهیل داشتیم پیش اومد و خیلی ممنون. مرسی. منم ممنونم، سپاسگزارم. اون میکروفون رو خاموش بفرمایید که صدا به همه برسه. خب یکی نوشته خوشخط نوشتم، خیلی ممنون. از همشهری عاطفه حسین زاده. 2 مینای قاسمی. خطاب اولش آقای هوتن شکیباست. با توجه به نقش پررنگ در فیلم شبی که ماه کامل شد، چرا در فیلم عامه پسند که نقش بسیار پررنگی نبود بازی کردید؟ خب من خدا رو شکر پیشنهاد کم نداشتم بعد از اون اتفاق سیمرغ و خیلی هم وسواس گرفته بودم راستشو بخواین. شاید مثل هر بازیگر دیگه یه خورده نگران میشه که خب کار بعدی چیه به نسبت اون در مقایسه با اون. ولی اولا که دغدغه این فیلم رو خیلی دوست داشتم، دغدغه‌ای که عموما خیلی بهش نمیپردازیم، حتی شاید خیلی هم بهش فکرم نمی‌کنیم.
انگار مادرای ما همیشه هستن، باید همون قالبی که ما میخوایم بمونن و همون جوری که ما دوست داریم زندگی کنن. از طرفی من خیلی راستشو بخواین وجبی نقش رو انتخاب نمی کنم. نقشه رو دوست داشتم، برام چالش بود، برام خیلی نقش سختی بود. شاید سادگی فیلمه خیلی این رو بروز نده، نمیدونم، ولی به شدت نقش سختی بود برام، چون خیلی لب مرزه و علا قضاوت با شما، ولی من نقش رو به شدت دوست دارم و با میلاد به هر حال سعی کردیم رفاقتی داشته باشیم تا ببینیم اوضاع چجوری قضاوت دیگه با شما. مرسی. بله سپاسگزارم. خانم کوثری شما هم آماده باشید. سوال کردن که همون آقاست، چطور تونستید نقش یک زن بدجنس رو بازی کنید و قبول کردید این نقش رو در حالی که این خصوصیت از شما دور هست بازی بکنید؟ مرسی. کارگردان خوب بالا سرم بود. ولی نه، خیلی ما سعی کردیم که در واقع در حالی که نقش به هر حال بتمن قصه است، افسانه، این نقش بتمن رو از دست نده، اما به هر حال همراهش تماشاگر باشه. یعنی اصراری نداشتیم که تماشاگر رو پس بزنه. واقعا معتقدم که بازی فیلم‌های سهیل مشخصا نتیجه کارگردانیشه. واقعا. بله. آقای بیرقی نقدی دارن، ولی خب من فقط میخونم. ای کاش لهجه ها رو بهتر کار میکردید. از شما بعید بود بین اصفهانی و شهرضایی نامفهوم بود و استفاده از برخی کلمات هوشمندانه به جا نبود. این فقط نظریه است. من یه سال کی اینو گفتن؟ همون آقای همشهری. بله همشهری. کجا این؟ آقا و خانم هم مینا آقا قاسمی. و خانم همشهری. خانم شما شهرضا رفتین؟ خب اصفهان خانم خیلی فرق داره با شهرضا. شما که اون خطه رو میشناسین، شهرضا جز مناطقیه که بین اصفهان و شیرازه و تاریخچش یک شهر ایستگاهیه برای مسافرانی که به اونجا میرن. هیچ هویتی از لحاظ اشتراک لهجه و گویش نه با اصفهان نه با شیراز داره. وقتی تا قبل از این فیلم اصلا این شهر برای هیچ کدوم ما وجود نداشت و کسی نمیشناخت، چه برسه به اینکه لهجهش رو بشناسن، چه جوری با قاطعیت میگیم کاش راجع به لهجه بیشتر کار کرده. زمانی که فیلمنامه این فیلم در حد ایده بود، خانم کوثری وایس از مردم اون شهر ضبط میکرد، میشنید تمام روز برای اینکه نزدیک شه به ادبیات فولک اون شهر. خیلی راحته بشینیم بگیم نشده، در نیومده. کاش بدونیم اول اونجا کجاست. کاش لهجه اصفهانی، لهجه شمالی، لهجه جنوبی مؤلفه های خیلی شناخته شده ای داره و راجع به اونا میشه گفت. حتی راجع به اونا هم نمیشه گفت، چون مقوله گویش خیلی طیفای مختلف. اصلا لهجه راجع به هر آدم یه نسخه ازش وجود داره، هر کسی ممکنه یه مدلی حرف، ولی اون شهر چون خیلی شهر شناخته شده نیست، قطعا لهجهش هم اینجوری نیست. من یه چیز بگم آقای گولی، ببخشید گفته بودین لهجه ها روش کار شه. من فقط لهجه داشتم، بقیه همه مال خود شهرضا بودن اگه لهجهشون هم خوب نبود. سپاسگزارم. اعلام کردن که 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم چون فیلم بعدی سوال زیادی هم هست. من تا اونجا که زمان باشه سوالا رو میخونم. آقای بیرقی جواب میدیم. آره خواهش می‌کنم. خلاصه آقای علی پاکزاد از سینما تیکت، بله. بین لیلا حاتمی و باران کوثری و حالا فاطمه معتمدآریا در فیلم‌های اخیرتون به وضعیت زن معاصر پرداختید. اونها اگر وانهاده نباشند در جامعه حذف شده و جامعه ستیز نمی‌شوند. در جهان بینی شما زن معترض جایگاه ویژه‌ای دارد؟ زن معترض به نظرم خیلی وجودش احساس میشه و احساس میکنم زنها در هر نسلی حتی دهه‌های 80 دچار یک طغیان دست جمعی همزمان. بله. از خبرگزاری آنا آقای سید مرتضی حسینی، اگر توضیح درباره سرمایه‌گذاران فیلم ارائه بفرمایید و اینکه آیا اپلیکیشن های اجناس دست دوم به صورت رسمی نقشی در این جریان داشتن؟ نه الان دیر بهش فکری خیلی دیر بهش رسیدیم، ولی سرمایه‌گذاری این فیلم به شکل کاملا شخصی
به عهده خانم طلعت دیندار و بنده بوده، نمیدونم هستن الان اینجا یا نه، که فیلم قبلی من رو همیشون حمایت کردن. خیلی ازشون همینجا ممنونم، چون قبلتر از خیلی های دیگه ایشون باور داشت که باید این مدل فیلم رو حمایت کنه. سوال بعدی: در نماهای 2 نفره خانم معتمدآریا با کارمندان بانک بیمه خریدار ماشین که طرف مقابل مرد بود شاهد نماهای اورشولدر بودیم، دلیل خاصی داشت؟ راجبش حرف زدیم. بله. خبرگزاری دانشجو باور کیانی، قبول دارید که فیلم تلخی ساختید؟ تایتل برای فیلم ها الساق کردن راحت ترین کاره. فکر نمی کنید به عنوان یک فیلمساز در شرایط فعلی جامعه که به امید و نشاط بیشتری نیاز داریم بهتر حداقل روزانه امیدبخشی در آثار اجتماعی بریم بعدی؟ پاسخ نمیدیم. جامعه باشه. ببخشید اگه اجازه بدی من اینجا توضیح بدم. به نظر من آقای بیرقی، آقای سهیل بیرقی این شهامت رو دارن که با دستان خودشون شخصیت‌های زنی رو میسازن و اجازه میدن که در مقابل چشم‌های خود اون زنان و چشم‌های ما هم بشکنن و بیان که مردی دستشون رو بگیره تا شعار فضیلت سایه بالا سر داشتن رو تبلیغ کنن. زنان اون این فرصت رو پیدا میکنن که در چارچوب تنگی که تقدیر براشون فراهم کرده بال و پر بزنن، ولو بالشون بشکنه، پرهاشون بریزه، اما این حق رو به اونا میده که در برهه‌ای از زندگی آنگونه زندگی کنن که آرزوشو دارن. یعنی شما اگه دقت کنید در پایان فیلم همیشه یه جمله‌ای هست، مثلا در پایان این فیلم وقتی که اون سالن زیبایی اونا رو میکنه و میگه من همینطوری خوبم، نمیخوام کاری رو من بکنی. خب این بارقه امیده. اتفاقا به نظر من اصلا شکست و اون تلخی که شما دربارش صحبت میکنید توش نیست. اجازه میده که کار خودشو بکنه و بعد با همون بارقه امید به زندگی و حیات خودش ادامه بده. بله ببخشید. از کانون منتقدین آقای حمیدرضا کاظمی‌پور برخلاف فیلم قبلی عامه پسند برخلاف لایه‌های سطحی و روتین فیلم اثر به شدت ضد زن است. تصویری که از کاراکتر زن نشان میدهد کاملا یک کاراکتر شکست خورده است که حتی همجنس خود او نیز به او رحم نمی کند. چه شد که به این نگاه رسیدی؟ خب این نگاه من نیست، نگاه شماست. بله خیلی خوب. من راجع به مرد می ساختیم نمیگفتیم فیلم ضد مردیه، یعنی انقدر به خاطر زن و مرد سکسیستی نگاه نکنیم به نظر. بله خب ببخشید، میگن که فیلم بعدی شروع شده و من نه ما یک سوال رو گفتیم بعدی اونم که گفتن سیاه نماییه. نه یک سوال تعداد زیادی هست ولی شما با این ذهنیت منفی ضد زن این چرا نگاه شما اینه؟ میگم این نگاه من نیست. ما خیلی سعی کردیم یک فیلم انسانی در تحلیل شرایط انسانی بسازیم. همونطور که انسانی علیه انسان دیگه میتونه باشه، انسان دیگری هم میتونه با انسان دیگه‌ای باشه. آها یه 10 دقیقه به ما فرصت بدین، ما سوالا رو بخونیم، فیلمو دیرتر شروع میکنن. خب خیلی خوب. آقای حمید عبدالحسینی از سینماخانه در این فیلم برخلاف 2 ساخته قبلی شاهد تغییر رویکرد فیلمساز در انتخاب سن کاراکتر زن هستیم. این تغییر وجود این که هر سه فیلم به نقش جایگاه زنها میپردازد با چه منطقی صورت پذیرفته؟ والا انتخاب سن برای کاراکتر منطق عجیبی نمیخواد. با نگاه به پیرامونم و با نگاه به شرایط اطرافم آدم‌هایی رو به عنوان قهرمان فیلم‌ها انتخاب می‌کنم. این فیلم به مراتب سخت‌تر بود چون جنبه‌های فیزیکال و جنبه‌های ظاهری زن‌های جوان سینمای ایران رو نداشت. روزگار سپری شده یک زن داشت تحلیل می‌شد، به اضافه اینکه معمولی بود. فیلمی راجع به یک زن معمولی که تصمیم می‌گیره دیگه معمولی نباشه. این خیلی به نظرم کار سخت‌تریه تا کاراکتری که خوی قهرمانی داشته باشه. بله. خانم نرگس رضی‌پور سوال کردند که از ساخت یک فیلم زن محور علت فلاشبک های مکرر چی هست؟ حرف زدیم به تشکر کردن از ساخت یک فیلم خواهش زن میکنم قابلی نداشت. در مورد فلاشبک ها رو حرف زدیم راجع به ساختار چندین بار. آقای شکیبا از روزنامه هنرمند آقای عباسعلی اسکتی سوال کردن آیا در این جشنواره به سیمرغ دوباره فکر میکنید؟ واقعا من جشنواره پارسالم خیلی فکر نمی‌کنم. همینجام گفتم برام مهم اینه که کارهایی که میکنم بعدش خودم
سرم بالا باشه وقتی فیلمو میبینم. الان دوباره تو همون شرایط پارسالم و از اینکه یک تجربه جدیدی کردم خیلی خیلی خوشحالم. این الان که بعد مراسم دوباره میرم ماسال، همین امشب چون صبح فیلم برداری کار خانم پناهنده رو دارم، اونجا باز دوباره یک نقش دیگه است که برام یک چالشیه و هر بار فقط دارم به این فکر میکنم، چون به حال جایزه ها همونجوری که میدونی میاد میره. من حالا شاید سینما کمتر کار کرده باشم ولی خب خیلی سال دارم تئاتر کار میکنم، اونجا جایزه ای هست گرفتن و نگرفتنی هست. من همیشه ول کردم جایزه رو، تلاش کردم کارهایی که میکنم همیشه بتونم ازش دفاع کنم و همیشه دوستش داشته باشم. الان هنوز تو اون شرایطم، خدا رو شکر. بله تحریر نو، آقای بابک جوادی. آقای بیرقی، در 2 فیلم متوالی شما شاهد روابط پنهان در لایه‌های خاص فیلم هستیم. آیا این رابطه ها رو تایید میکنی؟ ساخت روابط انسانی به معنای تایید یا تکذیب یا ضد اون یا کوبیدن اون نیست. واقعا ما سعی میکنیم بازتاب دهنده جریانی باشیم که تو زندگیمون میکنیم. من حداقل تصمیمم اینه. آقای احبارکی از انجمن منتقدان یه تحلیل مفصل نوشتن، من تحلیل رو اجازه بدید حذف کنم، سوالشون رو مطرح کنم که نقش خانم کتایون شهابی در سفارش به شما چی هست؟ آقای احبارکی، من شما رو یادمه از عرق سرد و اون کاری که اون پایان بندی جلسه کردین. شما یکی از آدمای مهمین تو زندگی من. خب اجازه بفرمایید آقای چون وقتی فیلم نامه می‌نویسم به شما فکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. سوال شما فکر می‌کنم. شما به من یاد دادید قوی تر باشم. نه خانوم شهابی مثل هر آدم دیگه توی وزارت ارشاد مجوز رسمی برای فعالیتش داره، پخش کننده است، همونطور که شما خبرنگاری. اول فیلم با شهامت کامل لوگوی ایشون گذاشته میشه، چون تمام استانداردهای جهانی اولش لوگوی پخش ها گذاشته میشه. خانوم شهابی مثل شما 1 هفته قبلتر این فیلم دید. بله، ایشون در اون سوالشون اضافه کردن که نقش خاله این خانم که در سال قبل در هیئت داوران جشنواره در اهدای جایزه بازیگری به عرق سرد کدوم هست؟ کیه خاله؟ که جایزه نگرفتید چه عرق سرد همون سال میگین دیگه. آقای احوالکی، شما دارین یه ترکیب 9 نفره داوران رو میبرین زیر سوال. من نمیدونم خاله خانم شهابی کیه. من با خانم شهابی با ایمیل در ارتباطم، حتی حضوری وقت نمیکنیم همدیگر رو ببینیم. همون هیئت داوران 9 نفره آقای احوالکی عزیز، آقای بیرقی، نه فیلم نامه، نه فیلم و نه کارگردانی عرق سرد و هیچ کدوم رو کاندید نکردن. چشم. آقای احوالکی شما بفرمایید بشینید. شما بفرمایید بشینید دیگه، چون نه اجازه بدین. آقای بیرقی اجازه بدین، میکروفون رو خاموش کن. آقای احبارکی یک مقاله نوشتن، به نظر من قابل خوندن نیست، چون تحلیل و نظر ایشونه که میتونن برن توی نشریه‌شون بنویسن. اینجا نشست خبری است. شما توی تصنیم اونو منتشر کنین، من میخونم. من هر روز صبح کیهان، تصنیم و فارس رو میخونم. آقای رئیس، من نمیدونم چطور ممکنه کسی تابال چیکار کنه. سوالشون به هر حال این بود. خب اینا آقای حامد قریب، من فکر کردم که سوال کردن در فیلم تصویر هیچ مردی دیده نمی شود به جز شخصیت میلاد که شکیبان رو ایفا میکنه. چرا شخصیت میلاد به عنوان مرد، من نمیتونم یک مرد تنها نشون داده میشه و چرا لایه های شخصیتی بیرقی از اون مرسی، خوب شد گفتید. به دلیل علاقه وافر من به مینیمالیسم، با وجود اینکه گفتم به هیچ اسمی دوست ندارم متعلق باشم، ولی همیشه فکر میکنم مینیمالیسم ناخودآگاه من رو شکل میده. من فکر کنم همین که یک کاراکتری به ما احساس این رو میده که ما بین فرزند و شوهر اون مرد قرار میگیره، اون زن قرار میگیره و سالمترین نوع ارتباط انسانی بین اونها شکل میگیره، داره فیلم این پیشنهاد رو میده که بدون پیش‌فرض‌های عامه پسند بودن یا عامه نپسند بودن آدم‌ها رو بررسی کنیم. بله.
تسلیم آقای زرگر. سوالم بود چون تاثیر توی اولا که ما اونو تایید نمی‌کنیم، یه آدمی بر اساس شرایط شغلیش داره کار یوگا میکنه، اگه اون برای شما یادآور اون لغته، شما میدونی با ذهنیت خودت. فیلم ما قرار نیست شخصیت اون رو بر اساس مسائلی که درونیاتش داره بررسی بکنه. فیلم ما داستان یک زن 57 ساله است که در مسیر مهاجرتش به زادگاهش با دو کاراکتر آشنا میشه و دو رابطه موازی براش شکل میگیره. همین. بله. زاویه دید فیلم از سمت اون مرد نیست، وگرنه حتما به درونی ترین احوالاتش میرفتیم. بله، ایشون نظرشون دادن، شما هم نظرتون تو فیلم رو اینجا مطرح کردید. این سوال دوم میشه خودتون بیان بفرمایید، چون واقعا من نمیتونم بخونم. فیلم به نقد زندگی سنتی ایرانی میپردازه؟ دارن سوال میپرسن. دارن سوال میکنن. بله. ببخشید، فیلم در نقد زندگی سنتی تا اینجا رو فهمیدن. بله. ولی میخوام ببینم عدم موفقیت شخصیت اصلی داستان در راستای همین موضوع انتخاب شده. بله. چون من احساس میکنم منطق دراماتیکش شاید زنگریزه‌های بیشتری بله. آخه فیلم اصلا داره نمیگه که زن شکست میخوره. اتفاقا این در زیرین ترین لایه های ذهنی من و تمام سازندگان این فیلم بود که نه اتفاقا مسئله فیلم اینه که با تمام دوره ها و پریودهای سخت زندگی، حتی اگر دورانی به ظاهر دوران شکست باشه، میتونه رهاوردش این باشه که تو با خودت به صلح برسی. اون یه سختی رو اینا اصلا شعار نیست، تو شکل زندگی واقعی اول اصلا برای خودم اتفاق افتاده. تو دوران سختی رو میگذرونی، هزاران خسارت هم میدی، شاید از سمت همه هم ریجکت چی، شاید دیگه عامه پسند هم نباشی، ولی میتونی با خودت صلح کنی. تصنیم آقای برزگر، ببخشید فقط نظریه دادم، من میخونم و رد میشم. شما مدعی نگاه دقیق به زنان هستید و احتمالاً به مردان هم چنین نگاهی دارید. نه پدران و برادران ما اینگونن و نه مادران ما چنینن. ببخشید این سوالم بخونم. سوال چی بود؟ ببخشید سوالا من همه رو خوندم، این دوتا مونده. نه بذارید من اینو بخونم بعد آخر به شما مولد میده. از ماهنامه فیلم گفتن جای خانم صفیه‌یاری خالی هست. فیلم تدوینه. آیا از فیلمنامه این تدوین این جزئیات در ذهن شما بوده یا نه؟ یا رمز تدوین بهش مفصل. بله. و این دیگه نمیدونم از کجاست. من یه تشکر میتونم آخر بحث بکنم؟ اجازه فرمایید ببینم. من شما سوال یک جمله بگم چون یادم میره. من این فیلم تهیه کننده هم خودم بودم. جدای همه اون مسائل، یک مردی که به شدت اگر نبود این اتفاق نمیافتاد آقای مجید کریمی بود که تو این جلسه سوالی ازشون پرسیده نشد. واقعا تهیه کنندگی و مستقل بودن اتفاق نمیافتاد مگر با حضور ایشون. من همه سوالا رو خوندم. اگر دوستمون میخواد سوال بکنه میتونن سوال کنن. غیر مستقیم دارن اشاره میکنن اما کاملا مستقیمه و واضحه که تکثیر میکنن. به کدوم روابط؟ خیلی عامیانه‌اش میشه تو فیلم عربستان. برداشت شماست. ما برای چیزی فیلم ما یک داستان تعریف میکنیم. شما به عنوان تماشاگر حق داری رادیکال تر از این رو هم برداشت کنی. منم حق دارم ساده تر از اینم فیلم بسازم. درسته. خب سوالات به پایان رسیده. خیلی ممنونم از همه. نه دیگه سوالات تموم شده. سپاسگزارم از خانم آقایون و حضار محترم. آقای بیرقی و همراهانشون تشکر می‌کنم. بیان بالا لطفاً همه با هم عکس که به فیلم بعدی برسیم. سپاسگزار که تا این وقت شب تحمل کردید. ان شاءالله فردا دوستانم در خدمت شما هستم. پشت سرت رو لباس بشه. روشن کنیم.
دوستان عکس رو بگیرن. آین بفرم بفرم بفرمایید. آماده این؟ شما موبایل بدید پایین.